اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز سه شنبه. امیر امارت اسلامی عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله با رؤسا، معاونین و مسئولین اداری شورای علمای ولایات قندهار، هلمند، زابل، نیمروز، فرا، پکتیکا و پکتیا جلسه مشورتی برگزار نمود. آقای خلیفه سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با مارکت پولزل نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد اسکات اسمیت معاون امور سیاسی یونما و هیئت همراهش ملاقات نمود. وزارت تجارت میگوید بیش از 5000 تن جلغوزه به خارج از کشور صادر شده است. ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه میگوید برای 2448 موتر اسناد قانونی صادر کرده و از این طریق 143 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده است. پروتکل سنگ مرمر درزدار و فرسایشی ساحه ترخیل ولسوالی دی سبز ولایت کابل میان وزارت معادن و پترولیم و ریاست ساختمانی خانه‌سازی در حضور شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم به امضا رسید. قماندانی امنیه کابل میگوید نیروهای امنیتی شب گذشته در مربوطات حوزه چهارم ساحه تایمنی شهر کابل یک تاجر را از چنگ آدمربایان آزاد کرد و 4 تن آدمربا در درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شدند. از سوی شاروالی کابل کار ساخت 2 سرک ارتباطی در بخش‌های بی و جیم خوشحال خان مینه ادامه دارد. وزارت دولت در امور حوادث طبیعی میگوید حدود 2 میلیون افغانی برای 168 خانواده فقیر در ولایت بغلان توزیع گردید. رئیس عمومی سپورت و کمیته ملی المپیک با هیئت همراهش به ولایت ننگرهار سفر نمود.